подписчиков و غیر از подписчиков هر کسی که این نوار را تماشا میکنه امیدوار هستم که سربلند صحتمند خانه آباد هستی و انشالله من هم برای هر یکی شما همین آرزو دارم. میگم به پیر مرو که در بمانی گرچند که سکندری زمانی. درباره همین تقدیر با زبان فارسی کوتاه کرده گپ زده بودم. برادرها خواستن درخواست کردن که با زبان تاجیکی گپ بزنم. امروز مفصل‌تر با زبان تاجیکی گپ میزنم. خب اگر بخواهیم که قلب آرام و طبع بالیده داشته باشین از تقدیری که خداوند برای شما نوشته است، خب خواب بعد از خانه شما با همین تقدیرتون راضی باشید. این یک. دوم، با کسی که قهر کردی، جنجال کردی، قهر غضب و بغض نگیر در دل، کینه. زیرا که قهر و غضب و کینه این سرچشمه قهر و غضب و کینه و غم این سرچشمه بیماری هایی هست که تبابت نشونده هستند. اینا فقط خود تبابت میکنی و خلاص. یعنی که این کارو دست کش. خب من در زندگی خودم یک چند سال پیش همین خیلی خصلت داشتم که دایم غم بیهوده فردا را میخوردم، یا ای پگه دیگه یا سال دیگر. دایم قلب ناآرام داشتم، تعبی بالیده نداشتم، همه وقت غضبناک غمگین بودم. بعدن یک روز چی شد که دست کشیدم همین. یک روز از چم خط اشتگی بدم گفت که بچم غمی پگه دیگه نخور. در پیشانی چیزی که نوشتگی باشه اون رو میبینی. خب خیلی فکر کردم، گفتم اگر در تقدیر چیزی که نوشتگی باشه ما تقدیرم میدونیم، ما در تقدیرمون مقصد که باور داریم. وقتی که تقدیری ما هر چی که باشه اگر او اومدنی باشه برای چی باید غمش بخری؟ خب بعد اچه من گفتم که اچه شما چی آیدی همین گپی گفته چی فکر داره؟ گفت که بچم فکری فردا را بکن، غمش نخور، چون که غمی فردا ترا میخوره. بعدن آستا عادت کردم که ای همین خصلت دست بکشم. حاضر زندگیم که همون زندگی الحمدلله زندگی خوب دارم، از زندگیم شکایت ندارم. همین خصلت از وقتی که ترک کردم با تقدیرم راضی شدم، از دلم مثل که یک سنگ یک غم برداشتم، بسیار تعبی بالیده و بگیم که راحتم، قلب آرام، دل آرام، قلب آرام، خیلی بسیار خوشحال، خیلی بتشویشیده. به همین خاطر ناراضگی ای تقدیر خود و مبارزه بردن و غم خوردن و روح افتاده شدن این مثل است که مقابل آب شنا میکنی. من همین خیلی فهمیدم. ده مقابل آب شنا کردن چی ای؟ وقتی که آب ای بالا میاد طرف همون آب شنا میکنی. ببین چه خیلی قینه دشواره و تیز خسته و افکار میشه و عاقبت آب با برعکس میگیره میاره. عبرت نبین. به همین خاطر مقابل آب شنا کردن این کاری خوب نیست. خب برای همین میگن که به پیر مرو که در بمانی گرچند سکندری زمانی. انسان هایی که تجربه زندگی دارند و کلان سال هستند با اونو بحث کردن غیر امکان است، زیرا که اونو اگر سواد نداشته باشند و اگر عقل نداشته باشند اما تجربه زندگی دارند. زیرا که تجربه، عقل، سواد این سه چیزی هست که بین اینا فرق زمین و آسمون است. فرق بین این سه چیز مثل که زمین و آسمون زیاد فرق دارند. زیرا که تجربه نداشته باشی، به تجربه یگون جا کار کرده یگون کار انجام داده نمیتونی. برای همین کلانسالا عقل نداشته باشن تجربه دارن و اگر سواد نداشته باشن عقل دارن، چون که سواد عقل نباشه اگر سواد کنترل کرده نمیتونی. به همین خاطر آیدی اسکندر زمان که میگن که به پیر مرو که در بیمانی هرچند اسکندر زمان آیدی این حالی یک نوار دیگر کرده برای شما انشالله که تهیه میکنم. برای چی این خیلی میگنده که مثلا به پیر مرو که در بیمانی هرچند اسکندر زمانی حالی که باشه پادپیسات کنه، کانال ما را دستگیری کنه اگر پادپیسات نکرده باشه
برای شما اونقدر دشوار هم نیست. میگم یک پادپیساتسیا کنین، نخواهید تماشا نکنین اورای ما را، فقط پادپیساتسیا کنین که ما ببینیم مانیتیزاسیون ما را روی میکنن و چی گپ میشوه. به همین خاطر دستگیری کنین کانال ما، لایک بجخیم، خواهش میکنیم ده که مجبور نه، خواهش میکنیم. به همین خاطر همه کسا سربلند صحتمند خانه آباد باشه. پادپیسچیکای من و غیر از پادپیسچیکا و تماشابینای من، برای همه شما زندگی قلب آرام، زندگی آسوده و تعب بولیده. خدا همتون نگهدار باشه. در امان خدا.